بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، رسول الله صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی را چگونه معرفی کرده، یعنی اسم رب الله سبحانه و تعالی را چه قسم معرفی کرده است. ما و شما میفهمیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم رئیس موحدین هست، قائد المجاهدین هست، قائد الدعات هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم توحید بر ما و شما تعلیم داده و عملا آنچه در توحید مهم است را بر ما و شما تشریح کرده. به این اساس خوب است که ما و شما بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اقتدا بکنیم و موحدی که عملا در زندگی خود اساسات توحید، آن چیزی را که در قرآن برش نازل شده، آنچه که در وحی خفی برش نازل شده، همه از او را به شکل نظری وقتی که درس میداد خودش ایمان داشت، عقیده داشت، او را چه قسم تطبیق میکرد در 24 ساعت زندگی خود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد صفت الرب الله سبحانه و تعالی نقاط بسیار زیبا و خوب را بیان کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در 24 ساعت صبح شام در نمازهای خود، در عبادات خود به الله مناجات میکرد با این اسم الله. اول بسم الله الرحمن الرحیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الرب یعنی الله که اسمش الرب هست، ذات قدرتمند است که مالک متصرف و حکم کننده در میان تمامی مخلوقات است. یعنی الله را که رب العالمین هست، رب بر ما معرفی میکنه که رب ذات هست که مالک متصرف در تمام مخلوقات خود هست. امام مسلم رحمه الله در صحیح المسلم روایت میکنه عن ابی سلمة از ابی سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف که ای فرزند عبدالرحمن ابن عوف بود. ابی سلمة قال فرمود سألت عائشة ام المؤمنین، میگه من سوال کردم از عایشه رضی الله عنها که ام المؤمنین است، مادر تمام المؤمنان هست، مادر ما و شما هست. میگه من سوال کردم که به ای شیء کان نبی الله صلی الله علیه و سلم یفتتح صلاته اذا قام من الليل. میگه من پرسش کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که شب بر تهجد میخیستن نماز خدا تهجد خدا با کدام کلمات افتتاح میکرد؟ قالت میگه ام المؤمنین رضی الله عنها گفت که کان اذا قام من الليل افتتح صلاته. میگه فرمودن که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شب برای تهجد برمیخواستن نماز خدا آغاز میکردن با این کلمات اللهم رب جبرائیل. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در سحری میخیزن، 2 بجه شب و 3 بجه شب از خواب بیدار میشه و در اینجا نماز میخوانه، الله اکبر میگه و در مقابل الله استاد میشه و برش میگه اللهم یا الله رب جبرائیل، ذاتی که تو رب جبریل علیه السلام هستی. جبریل علیه السلام چقدر بزرگ است ولی تو رب از او هستی. جبریل علیه السلام که وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم در چهره اصلیش میگه یک مرتبه 2 مرتبه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من به چهره اصلیش دیدم، دیگه اوقات به شکل یک انسان پیش من میامد. وقتی که رسول میگه ایره در چهره اصلیش دیدم، در یک کرسی شیشتا بود که پاهایش در زمین و سرش در آسمان میخورد، اینقدر بزرگ بود. سبحان الله. اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اللهم یا الله، ای ذاتی که رب جبرائیل، تو رب جبرائیل علیه السلام هستی و میکائیل و رب میکائیل علیه السلام هستی و اسرافیل و رب اسرافیل علیه السلام هستی، یعنی خلق کننده از اینا هستی و مالک متصرف در اینا هستی، اینا را زندگی دادی، اینا را میمیرانی. یا الله
فاطر السماوات و الارض، ای ذاتی که تو خلق کننده آسمان ها و زمین هستی. یعنی بدون مثال سابق چی کردی؟ آسمان ها و زمین خلق کردی. عالم الغیب و شهاده، یا الله تو ذاتی که عالم تمام آنچه که غایب هست و ما او رو دیده نمیتونیم، تو عالم هستی و آگاه هستی و باخبر هستی از اونا، و آنچه که آشکارا هست ما دیده میتونیم، به همش عالم هستی. انت تحکم بین عبادك، یا الله تو ذات هستی که حکم میکنی در بین بندگان، فیما کانوا فیه یختلفون، در آن چیزی که اختلاف میکردن. یعنی تو ذات هستی که وقتی بنده های اختلاف میکنن در بین از اونا فیصله میکنی. در روز قیامت همه از اونا که در مقابل تو استاد میشن و محاکمه میشن، اختلاف کردین، اختلافتان به اساس چی بود؟ یا الله تو ذات هستی که در بین از اینا فیصله میکنی، کی حق است کی باطل است، کی اختلافات به خاطر تعصبات کرده و کی اختلاف نکرده، کی حق بیان کرده، کی در جستجوی حق بوده و کی در جستجوی باطل بوده، کی میخواسته که باطل بر مردم توجیه بکنه و اختلافات و جنجال ها را پیدا بکنه و خودش آب خط بکنه و مایی بگیره. در بین همه از اینا یا الله تو فیصله میکنی. اختلافاتی که مردم میکنن در بین از اینا تو ذات هستی که فیصله میکنی. بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنن در این ثلث شب، چی میگه؟ اهدینی لما اختلف فیه من الحق، هدایت کو مرا در آنچه که اختلافات است، مرا به حق هدایت بکن. چه درس بزرگی برای ما و شما رسول گرامی اسلام، نبی الله، حبیب الله صلی الله علیه و سلم. اللهم صل و سلم على هذا النبی الكریم و علی آله و صحبه اجمعین. اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم یک درس بزرگی برای ما و شما میده. خودش عملا امی کار میکنه و برای امت خود من حیث اسوه، من حیث رهبر، من حیث رهبر و اسوه و پیغمبر و معلم و مربی دلسوز برای ما و شما تعلیم میده که همه شما به الله دعا بکنین که یا الله مرا هدایت بکن در این اختلافاتی که در بین مردم میشه. امروز چقدر اختلافات است، خصوصا در آخر الزمان فتنه ها بسیار زیاد می باشه. قوم پرستی، مذهب پرستی، زبان پرستی، منطقه پرستی، حزب پرستی، گروه پرستی، یعنی آلات هست که پرستش الله را مردم ترک کردن، مخلوقات به شکلی از اشکال مخلوق پرستی میکنن. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اهدینی لما اختلف فیه من الحق، یا الله در این اختلافاتی که اینا میکنن مرا به حق چیکن؟ هدایت بکن. حق در کجا هست؟ حق در قرآن عظیم الشان هست. حق در کجا هست؟ در احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. به اذنک، به اجازت، اهدینی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. میگه یا الله تو هستی که هدایت میکنی هر کسی را که بخوای به راه راست. یک نعمت بسیار بزرگ نعمت توحید است. یک نعمت بسیار بزرگ نعمت هدایت است. یک نعمت بزرگ نعمت توفیق به هدایت است. یک نعمت بزرگ نعمت استقامت به توحید است. این کل زیره کی هدایت میکنه؟ الله متعال. این کل نعمت ها را کی میده؟ الله میده. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در ثلث شب وقتی که برای تهجد میخیست به الله امی قسم دعا میکرد که اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم. همیشه ما و شما میتواره بکنیم که یا پاک پروردگارا وقتی که اختلاف مردم میکنن، جنجال میکنن، مشکلات است و اختلافات است، حتی این اختلافاتی که مثلا میشه در بعضی از مسائل بسیار عادی یکی دیگر را قتل میکنن، حتی قتل میکنن در مسائل که یک مسلمان مثلا یک
عمل میکنه که او را از ایمان نمیکشه، ولی او را مثلا در بسیاری وقتها امروز اختلافات و مشکلاتی که هست در بین مردم که حتی به یک سنت، تطبیق یک سنت یک مسلمان از بین میبرن و قتل میکنن و بالاخره سر از نامهای عجیب و غریب میگذارن و بالاخره یک انسانی که میخواد صادقانه به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنه، او رو با نامهای مختلفی به زندان پرتو بکش، قتل بکو، سرش بمبار بکو و دشنام بتی و دیگه در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما یگانه راه حل نشان میده که صادقانه به الله صادق باشین و همیشه در نصفش بخیزین و بگوین به الله که یا الله مرا هدایت بکو در اختلافات به راه راست و مستقیم و یگانه هدایت کننده تو هستی، انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. دومی است که رب العالمین رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله سبحانه و تعالی که رب العالمین است، ذات قدرتمند است که خالق مخلوقات است. امام بخاری رحمه الله در صحیح البخاری حدیث صحیح را بیان میکنه عن شداد ابن اوس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که سید الاستغفار، بهترین یا بزرگترین یا عالیترین استغفار چی هست؟ ان تقول، ای که تو بگویی اللهم انت ربی، یا الله تو رب ما هستی، لا اله الا انت، نیست معبودی به حقی که مستحق عبادت باشه و عبادت مخصوص از او باشه، ذاتش عبادت شوه و شریعت و احکامش اطاعت شوه، الا انت، بغیر از تو یا الله، خلقتنی، تو رب ما هستی، مرا خلق کردی، و انا عبدک، یا الله ما بنده تو هستم. یعنی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را میگفت و این کلمات برای الله خطاب میکرد و برای ما و شما درس توحید میده که بگوییم که اللهم انت ربی لا اله الا انت، نیست معبودی، نیست هیچ کس مستحق عبادت. این مردمایی که میرن رنگ با رنگ عبادت میکنن، گاهی بت عبادت میکنن، گاهی قبر عبادت میکنن، گاهی مجسمه را عبادت میکنن، گاهی یک انسان بت گوشتی زنده را، گاهی بت مرده را، اینا را عبادت میکنن. نیست هیچ کدام از اینا مستحق عبادت، هیچ کدام از اینا مستحق عبادت نیست، چون کلش غیر الله هستند. لا اله، نیست هیچ معبودی به حق، ولو که پیغمبر باشه یا ملائکه باشه یا شخصیت های اولیاء الله باشه، نیستن مستحق عبادت الا انت، مگر تو یا الله. یعنی اینجا حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش مستحق عبادت نیست، خودش به الله میگه که یا الله هیچ کسی مستحق عبادت نیست بغیر از ذات ذوالجلال تو. چرا؟ خلقتنی، تو مرا خلق کردی، این دیگرها یک پشه خلق کرده نمیتونن. و انا عبدک، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من بندیت هستم یا الله، من بندیت هستم و امت خود درس میده که شما مرا بشناسین که من بنده الله هستم، صفات الله را بر من نتین. و انا على عهدك و وعدك ما استطعت، یا الله ما به عهد تو هستم، به وعدی امرای تو که عهد کردیم. وقتی یک مسلمان کلمه میخونه چی عهد میکنم؟ سه عهد میکنیم. عهد اول که الله بغیر از ذات تو هیچ عبادت به هیچ کس دیگه، به هیچ مخلوق نمیکنم. بناهن اگر عبادت بدنی است، زبانی است، مالی است، تشریعی است، قلبی است، فکری است، کل از این مخصوص الله میکنه. این تعهد اول است. تعهد دوم چی است؟ تعهد دوم که میگه که یا الله بغیر از شریعت تو، بغیر از احکام تو، قانون کسی دیگه نمیپذیرم، قبول نمیکنم و اطاعت نمیکنم و تطبیق سر خود نمیکنم و اگر قدرت پیدا کردم اینمی شریعت تو را در زمین تو تطبیق میکنم، چون من اینی جاعل فی الارض خلیفه، میخوایم که من حیث خلیفه الله در زمین الله شریعت الله را به حکم الله تطبیق بکنم. این وقتی که انسان کلمه میخواند اینمی معنا و مفهوم کلمه است، اینمی تعهد است. و سیون تعهد میکنه که یا الله اینمی عبادت و اطاعت تو را به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم. پس اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ این شخص میگه
بهترینی است که ایره شما بگویید که یا الله وانا علی عهدک، ما به عهد و وعده تو هستم ما استطعت. الله بر ما و شما وعده کرده که اینمی احکام، عهد کرده که اینمی کلمه را، اینمی عبادت مخصوص الله بکنید و اطاعت الله را بکنید، قوانین دیگر را اطاعت نکنید و بسیون به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنید. پس اینال سه تعهد شد: عبادت مخصوص الله، اطاعت مخصوص الله، عبادت و اطاعت به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم. اعوذ بک من شر ما صنعت. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما شما تعلیم میده که بگوین که اعوذ بک، یا الله ما به تو پناه میبرم، من شر ما صنعت، از شر هر چیزی که انجام دادیم. ما شما بنده هستیم، عاجز هستیم، گناهکار هستیم، در روز قیامت سر ما پایین خم است و بسیار شرمنده هستیم به خاطر اعمال که ما کردیم، اعمال زشت. بسیاری وقتا از پیش ما خطاها، گناهها، اشتباهات صغیره و کبیره شده و الله متعال میگه که اعوذ بک من شر ما صنعت، یا الله به تو پناه میبرم از شر آنچه که کردیم. توبه میکنم، رجوع میکنم، اشتباه کردیم، غلطی کردیم، استغفرک یا الله، استغفر الله و اتوب الیه. یا الله توبه نصوح بر تو کردیم و از شر از چرا هر عمل انسان که است بر انسان ضرر میرسانه. پس از ضرر این اعمال زشت خود به تو پناه میبرم که مرا به این اعمال مؤاخذه نکنی یا رب العالمین. ابوء لک بنعمتک علی، یا الله ما به این نعمت ها تو بسیار نعمت ها بر دادی، اینقدر نعمت ها دادی، به تمام از اعتراف میکنم اگر یک نعمت تو از ما گرفته شود، ما ذلیلترین مخلوق در زمین خواهد بود. تصور بکنید مثلا نعمت عقل است. اگر ما شما عقل نمی داشتیم، اگر عقل نمی داشتیم، نه لباس می پوشیدیم، نه اخلاق می داشتیم، نه خانواده می داشتیم، نه قرآن می فهمیدیم، نه سنت می فهمیدیم، نه توحید می فهمیدیم، از تمام چیزها چی می بودیم؟ بیخبر می بودیم. الله متعال بر ما شما نعمت عقل داده، شکر از این بکنیم. چشم یک نعمت از، زبان نعمت از، قلب نعمت از، تمام اعضای بدن انسان که است. و این تعودوا نعمت الله لا تحصوها. اگر شما یک نعمت الله را محاسبه بکنین، محاسبه کردن نمیتونین که از وقتی که انسان خلق شده چقدر اکسیژن ما شما گرفتیم. همین اکسیژن یک نعمت الله هست. امیره اگر از وقتی که ما و شما در بطن مادر بودیم این اکسیژن رو میگیریم تا امروز چقدر هست؟ کس حساب کردن نمیتونه. هیچ کس، بزرگترین پروفسور جهان بیارین نمیتونه محاسبه بکنه. از این خاطر میگه که ابوء لک بنعمتک علی، اعتراف میکنم به نعمت های تو بالای خود. بسیار بر من نعمت ها دادی، شکر میکنم. الحمدلله، الحمدلله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ابوء لك بنعمتك علي و ابوء بذنبی، و یا الله ما اعتراف میکنم به گناه های خود. واقعا به گناهکار است، واقعا بسیار اشتباهات است پیش ما شده است. فاغفر لی، پس مرا مغفرت بکن یا الله. تو ذات مهربان هستی، رحمان رحیم هستی. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، یا الله هیچ کس مغفرت گناه ها را نمیتونه کرده بغیر هست تو. پس دست دعا و مغفرت به بارگاه تو بلند میکنم. چرا یا الله بغیر از تو کسی دیگه مغفرت کرده نمیتونه. ملائکه مغفرت کرده نمیتونه، پیغمبران مغفرت کرده نمیتونن، اولیاء الله مغفرت کرده نمیتونن، چون اینا غیر الله هستن، اینا بنده هستن، مخلوق هستن. درست است در بین مخلوقات رتبهش از ما که رتبه همهشان از ما که بلندتر است، جایشان و مکانتشان بسیار بلند است. لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما درس میده که نه من، نه دیگه پیغمبر و نه ملائکه و نه اولیاء الله کسی را مغفرت کردن نمیتونه. فانه، پس یقینا که لا یغفر الذنوب الا انت. ایره کی میگن؟ سید الخلق میگه. ایره کی میگه؟ رحمت للعالمین میگه. ایره کی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه. فانه لا یغفر الذنوب الا انت. اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما چی میگن؟ میگه که و من قالها من النار
من النهار موقنا بها، اگر کسی اینمی الفاظ در روز بگوید و به یقین داشته باشه. سعی کنین بسیار درس بسیار مهم. رسول الله صلی الله علیه و معلم است، استاد تمام استاد است. ما که 40 سال تدریس کردیم، شاگرد ضعیف رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ما که رتبه های علمی پوانتونی بر ما داده شد که علیه تو پوهنی ها هستی، علی پوهنمل هستی، علی پوهندوی هستی، علی پوهنوال هستی، لکن ما در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شاگرد مثل شاگرد صنف اول هستیم که در مقابلش زانو میزنیم و از رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزهایی رو یاد میگیریم که ذهن ما در اون کار نمیتونست بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک درس بسیار عالی بر ما میده. چی میگه؟ و من قالها من النهار موقنا بها. فکرتان باشه کسی که اینمی کلمات گفت، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. میگه اگر ایره بگویه روز، در حالی که بنی کلماتی که میگه به معنا و مفهوم از یقین داشته باشه، باور داشته باشه. چی باور داشته باشه؟ باور داشته باشه که هیچ کسی مستحق عبادت نیست، باور داشته باشه که هیچ کس مستحق از این نیست که قانونش اطاعت شود. بغیر از شریعت الله، بغیر از عبادت الله کسی دیگه حق نیست. یقین داشته باشه که خالق ما الله هست، یقین داشته باشه که ما بنده الله هستیم، یقین داشته باشه که ما به می تعهدات و وعده هایی که به الله کردیم به کل ازی پایدار می باشم و تصمیم دارم که پایدار باشم و از گناه های خود به الله پناه برم و به نعمت های الله اعتراف بکنه و شکرش بکنه و به گناه های خود اعتراف بکنه و مغفرت از الله بخواه و بفهمه که بغیر از الله کسی دیگه این گناه ها را نمیتونه که چی کنه؟ مغفرت بکنه. در اینجا چی میشه؟ در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر امیر بگوید یقین داشته باشه چی میشه؟ فهو من اهل الجنه و من قالها اهل الجنه است. و اگر کسی شب ایره بگوید و یقین داشته باشه فمات قبل ان یصبح، پیش از اینکه صبح کنه وفات بکنه، فهو من اهل الجنه، ای از اهل جنت هست. سوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله سبحانه و تعالی ذات قدرتمند که دارای افعال عالی و مالکیت است. امام مسلم رحمه الله روایت میکنه عن علی رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة. علی رضی الله تعالی عنه میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم برمیخواست یعنی شب بر نماز، قال چی میگفت؟ وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، ما گردانیدم روی خدا به او ذاتی که خلق کرده آسمان ها و زمین را، حنیفا پاک، و ما انا من المشرکین، و من نیستم از جمله مشرکا. این صلاتی، یقینا که نماز من و نسکی و مناسک من، یعنی اگر من مناسک حج میکنم یا مناسک ذبح یا پاه ذبح کردن که است، و محیای و زندگی من و مماتی و مرگ من لله رب العالمین، مخصوص الله است که الله رب العالمین است، لا شریک له، بر از او شریک نیست، و بذلك امرت، و ما بمی امر شدیم. یعنی نماز ما و عبادات ما و زندگی ما و مرگ ما کلش مخصوص کی هست؟ مخصوص رب العالمین هست، الله هست، رب العالمین هست. لا شریک لهم، او ذاتی که شریک نداره، و بذلك امرت، و ما بمی امر شدیم.
این قسم امر شدیم و انا من المسلمین و من از جمله مسلمان ها هستم که به الله تسلیم هستم. یعنی هر انسان مؤمن موحد باید به الله تسلیم باشه، به احکام الله تسلیم باشه. نماز خدا و مناسک خدا و زندگی خدا و مرگ خدا کلش مخصوص الله سبحانه و تعالی بدانه و بفهمه که شریک در اینجا نیست. و بذلك امرت ان اللهم انت الملك. به الله متعال در نماز تهجد خود چی میگفت؟ اللهم یا الله انت الملك، تو مالک متصرف هستی، تو ذات هستی که مالک و حکم روای تمام کائنات هستی و تصرف در اینا میکنی، هم در دنیا هم در آخرت. لا اله الا انت، نیست معبود به حق، نیست کسی که ذاتش عبادت شود و مستحق عبادت باشه و مستحق اطاعت باشه الا انت، بغیر از تو. انت ربی، یا الله تو رب ما هستی، تو خلق کننده ما هستی. رب چی مانا؟ یا الله تو خلق کننده ما هستی، یا الله تو روزی دهنده ما هستی، یا الله تو شفا دهنده ما هستی. و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض شم. حتی ابراهیم علیه السلام چی میگفت؟ الله در قرآن میگه و اذا مرضت، ابراهیم علیه السلام میگفت که وقتی من مریض شم، من که پیغمبر هستم، پدر پیغمبرها هستم، فرزندان پیغمبرها هست، پسران پیغمبر هستن، نواسان پیغمبرها هستن، حتی رسول الله صلی الله علیه و آله از ذریه ابراهیم علیه السلام هست. و ابراهیم علیه السلام رئیس موحدین است و ولی از اولیاء الله است، نبی از انبیا هست، رسول از رسول است. اینال ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ با تمام رتبه هایی که داره میگه و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی من مریض شم الله مرا شفا میده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربی، تو رب ما هستی، تو خلق کننده ما هستی، روزی دهنده ما هستی، حفظ کننده ما هستی، شفا دهنده ما هستی، زندگی دهنده ما هستی، میراننده ما هستی. یعنی تمام افعال عالی که مخصوص تو هست و ما بنده عاجز هستم. انت ربی، تو رب ما هستی، تو مرا خلق کردی، تو مرا زندگی دادی، تو مرا پیغمبری دادی، تو مرا حفظ میکنی، از شر دشمن ها حفظ میکنی. سبحان الله و انا عبدک. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ ما باید عقیده خدا مطابق عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله چی میگه؟ انت الملك لا اله الا انت، انت ربی و انا عبدک، و ما بندیت هستم، بنده عاجزت هستم. ظلمت نفسی. رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله است، چقدر عبادت میکنه و چقدر اطاعت کرد و چقدر جهاد کرد و چقدر دعوت توحید کرد و چقدر مردم توسط از او به دین اسلام مشرف شد. یک لگو چند هزار صحابی تربیت کرد و تا امروز ما و شما کل ما شاگردای از او هستیم. لکن با وجود ازی در مقابل الله چی میگن؟ انا عبدک، بندیت هستم، ظلمت نفسی، بالای نفس خود ظلم کردم. سبحان الله. درس است برای ما و شما که برای الله اعتراف بندگی بکنیم، الله را به یگانگی بشناسیم و بگوییم که یا الله انا عبدک، من بندیت هستم، ظلمت نفسی، من ظلم کردم بالای نفس خود. حقی که ما عبدناک حق عبادتک، هم قسمی که مستحق عبادت بدی ما تو را عبادت نکردیم. یا الله ظلم کردیم، گناه کردیم، صغایر، کبایر، اشتباهات، غلطی ها کلش کردیم. ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی، یا الله با گناه خود اعتراف میکنم، چرا تو عالم الغیب و شهاده هستی، از کلش با خبر هستی. ما بجز ازی که اعتراف بکنیم و توبه بکنیم و طلب مغفرت بکنیم. فاغفر لی، بس یا الله مرا مغفرت بکن، یا الله مرا ببخش، یا الله از گناه های من. یعنی یا با الله وقتی که اعتراف میکنیم توبه میکنیم و میگیم یا الله ما بندیت هستم، عاجز هستم، گناهکار هستم، اینی گناه ها و اینی خطا ها را کردیم، حالا توبه میکنم. پس یا الله تو تواب و رحیم هستی، توبه مرا قبول بکن، تو غفار هستی،
تو ستیر هستی، ستر مکردی. اگر رسوای میکردی شرمنده دنیا و آخرت بدن، لكن یا الله تو ستر کردی، تو غفار، تو رحم کردی، تو برای ما فرصت دادی. یا الله تو مرا مغفرت بکن. پس اینجا هست که ای بنده الله چی میگه؟ ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا. یا الله تمام گناه های مرا ببخش، تو غفور و رحیم هستی. انه یقینا که لا یغفر الذنوب الا انت، مغفرت کردن نمیتونه گناه ها را مگر تو. یا الله واهدینی لاحسن الاخلاق. یا الله مرا به اخلاق خوب هدایت کن. لا یهدی لاحسنها الا انت، که هدایت کردن نمیتونه به اخلاق نیک بغیر از تو. واصرف عنی سیئها، و برگردان و دور بگو از من اخلاق های زشت را، روش های زشت را، بد اخلاقی ها را. لا یصرف عنی سیئها الا انت، که او را دور کردن نمیتونه از من بغیر از تو. لبیک و سعدیک. یا الله من آماده هستم به تطبیق تمامی احکام تو. لبیک و سعدیک والخیر کله فی یدیک. یا الله تمام خیر در تصرف توست، در دست توست. و شر لیس الیک، و شر به طرف تو نیست. انا بک و الیک، ما با استعانت و کمک تو زندگی میکنم و ما به سوی تو برگشت میکنم. و الیک، و به طرف تو مرجع ما هست، و بالاخره وقت ما میمیرم به طرف تو میایم. تبارکت و تعالیت. یا الله تو بسیار با برکت هستی و بسیار عالی مقام هستی. استغفرک و اتوب الیک. یا الله از تو طلب مغفرت میکنم و به تو توبه میکنم. این انسان مسلمان در ثلث شب بخیزه این کلمات برای الله بگوید و الله اعتراف بکنه از بندگی و عاجزی خود و استغفار بکنه و توبه بکنه. دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله ذات قدرتمند است که مالک متصرف مخلوقات است، مالک متصرف تمام مخلوقات است. چهارمین نقطه، امام مسلم روایت میکنه عن مطرف ابن عبدالله ابن الشخير رضی الله عنه ان عائشه نبأته، میگه ام المؤمنین عایشه صدیقه برای من خبر داد که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقول فی رکوعه و سجوده، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکوع و سجده خود وقتی که به الله رکوع میکرد، سر خود خم میکرد و سجده میکرد، سر خود به زمین میگذاشت، میگه سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که سبوح قدوس است، از تمامی عیبها و از تمامی زشتی ها پاک هست و مقدس هست و طاهر است. از تمام زشتی هایی که ما مخلوقات داریم الله متعال پاک است، بسیار ذات با عظمت است و از تمام نقصان هایی که ما داریم پاک است. رب الملائکه و الروح، رب ملائکه هست و روح و رب جبریل امین علیه السلام است. پنجمی نقطه که رسول الله صلی الله علیه و آله میکنه، میگه ذات قدرتمنده که عبادت مخصوص از اوست. رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام مسلم رحمه الله در صحیح مسلم روایت میکنه عن ابن عباس ان النبي صلی الله علیه و سلم كان اذا رفع رأسه من الركوع، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سر خود از رکوع بالا میکنه، یعنی در قومه، وقتی که میفسمی الله لمن حمیده، چی میگفت؟ اللهم ربنا لك الحمد. یا الله حمد و ثنا و صفت مخصوص تو هست. لك الحمد، الله اینجا لام برای چی است؟ برای اختصاص و استحقاق است. یا الله حمد، ثنا و صفت، تمامی نامهای عالی، تمامی صفات با عظمتی که به مقام تو شایسته هست مخصوص تو هست و مستحق از صفات عالی تو هستی.
ملء السماوات، یا الله اقدر به تو حمد و ثنا و صفت است به اندازه پری آسمان ها، و ملء الارض و به اندازه پری زمین و ما بینهما و به اندازه پری آنچه در بین آسمان و زمین است. اما قدر حمد و ثنا و صفت است برای تو. و ملء ما شئت من شیء بعد و به اندازه پری آن چیزی که بعد از آسمان و زمین دیگر جایها هست و در حرش و در لوح و به اندازه پری همه از اینا. اهل الثناء والمجد، یا الله تو اهل ثنا و مجد هستی، تو هستی که مستحق ثنا هستی، تو هستی که تمجید تو میشن. انک انت الحمید المجید، مجید یعنی مجد، بلندی و بزرگی مخصوص تو هست. لا مانع لما اعطیت، مانعت کرده نمیتونه کسی که چیزی برش تو بدی. یا الله اگر تو ایمان بدی، اگر تو عقیده درست بدی، اگر تو استقامت بدی، اگر تو رزق نصیب بکنی، اگر تو نعمت ها را بدی، هیچ کسی مانعت کرده نمیتونه. ولا معطی لما منعت، اما اگر از کسی که یا الله تو منع کردی، هیچ کسی او را چیز داده نمیتونه. هیچ مخلوق، اقدر این مخلوق رتبهش بزرگ باشه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، و منفعت رسانده نمیتونه الجد و سرمایه و مالداری و برای انسان سرمایه داری منک از تو، یعنی این نمیتونه که چیزی که این سرمایه داره برش امی سرمایش کدام منفعت برسانه. سبحان الله. اللهم ربنا لك الحمد. برما چه خوب تعلیم میده، چه خوب درس میده. چه بگوییم؟ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات و ملء الارض وما بينهما. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، يا الله أهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبأي شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين بر ما و شما معرفی کرد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.